افغانستان کشور پر از رمز و راز. در این خاک مقدس و جهاد پرور هر بوته اشغال که میروید توسط فرزندان دلیر این میهن سرکوب و نابود میگردد. ملت غیور افغانستان، اکنون ما در زیر سایه پرچم آزادی زندگی میکنیم. آره، آزادی نعمتی که کشورهای زیادی از آن محروم و بینصیبند. اکنون پرچم سفید منقش شده با کلمه توحید بر فراز کوه و کمر این کشور به اهتزاز در آمده و نمیگذاریم که این پرچم پایین بیاید. مجاهد مایه فخر مسلمان، مجاهد سرسپار راه قرآن، مجاهد میرهاند بردگان را ز قید و بند هر طاغوت و شیطان. نشان رزم حیدر در تو جویم. ما بر اوج قله های آزادی رسیدیم تا شما هموطنان عزیز از آزادی امروزی بهره‌مند شوید. آزادی و آرامش در چوکات اسلامی حق هر افغان است. ز خوشبویی احمد از تو بویم، مجاهد نور چشمانم مجاهد. با آمدن آزادی روزهای سیاه پایان یافت و آغاز آینده درخشان تابان یافت. همه با هم در گرد هم. آزادی بمان تا ابد در همین مکان زخمی بمان. سربازان این میهن پشتان خود را خم کردند و خود را زینه برای بالا شدن آزادی برای این سرزمین ساختند. آره، آزادی کلید امیدهایی است که قلفهای ظلم را در هم شکست و کنون آزادی ما ضعیف و کمزور نیست بلکه قوی و برتر است.